این خطرناکترین آدمکش جهانه که فقط با یه تیکه کاغذ آدم میکشه. به دلیل مهارت فوق‌العاده‌اش افراد ثروتمندی که میخوان استخدامش کنن کل بدنشو زیر دستگاه بررسی میکنن و فقط وقتی مطمئن میشن مرد هیچ سلاح و یا وسیله تیزی با خودش نداره بهش یه لباس ژاپنی میدن و بهش اجازه میدن با رئیس مافیا ملاقات کنه. مرد فقط این اجازه رو داره که در فاصله 1 متری رئیس بشینه. رئیس مافیا عکس چاپ شده کسی که میخواد کشته بشه رو بهش میده، اما رئیس نمیدونه که همون مرد زودتر قاتل رو استخدام کرده تا خود رئیس مافیا رو بکشه. مرد با خونسردی عکس رو تا میکنه، باش یه اوریگامی درست میکنه و توی یه شش به هم زدن قاتل با یه حرکت سریع تیزترین بخش اوریگامی رو درست توی گلوی رئیس فرو میکنه و فقط با یه تیکه کاغذ میکشدش. بعد با خونسردی بهش تعظیم میکنه و بدون اینکه هیچ کدوم از نگهبانا متوجه مرگ رئیس بشن با خیال راحت از ساختمون خارج میشه. چون